حیات و فعالیت امدیو اووگادرو. امدیو اووگادرو خیمیک و فیزیکدان ایتالیایی بود که در شهر زیبای تورین ایتالیا 9 آگوست سال 1776 تولد شد. جوانی دلسوز و آرزوهای بزرگ داشت. از خردی او با طبیعت و علم آشنایی پیدا کرد. در خانواده فرهنگی و تعلیم داده تولد یافته، اووگادرو از خردسالی به دانش و آموزش عاشق شد. در مکتب و بعد در دانشگاه تورین تحصیل کرده، او با علم‌های طبیعت شناسی بخصوص به فیزیک و شیمی توجه پیدا نمود. اووگادرو همیشه می‌خواست سر ماده و خصوصیت‌های آن را فهمد. بعد از تحصیل، اووگادرو به حیث پروفسور در دانشگاه تورین کار را ادامه داد. آن زمان در جهان علم خیالات و نظریه های مختلف می شدند، اما اووگادرو با تمرکز ذهنی خود به مسئله های گاز ها و ساختار مولکوله ها مشغول شد. سال 1811 او یکی از نظریه بزرگ را پیشنهاد کرد که بعد با نام قانون اووگادرو معروف شد. اووگادرو گفت که در هر شرایط یخیله حجم برابر گازها دارای مقدار برابر ذره های خرد که مولکول نام دارند هستند. این نظریه برای آن زمان نو و تا اندازه غریب به نظر می رسید، اما زمینه مهم نظریوی برای رشد تحکیم شیمی گردید. در طول عمرش اووگادرو در علم صادق ماند و با تحقیقات خود تأثیر عمیق گذاشت. هرچند زندگی او در زمانش شهرت و شناختی کلان نداشت، او همیشه به حقیقت و علم صمیمانه خدمت کرد. 9 ایول سال 1856 اووگادرو در شهر تورین به عمر 79 ساله درگذشت، اما نام او با رقم مشهور 622 ضرب 10 درجهش 23 یعنی رقم اووگادرو همیشه با علم و دانش پیوست خواهد ماند. هر سال دانشمندان و محققان از تمام گوشه و کنار جهان از کار اووگادرو یادآوری می کنند. قانون او برای فهمش ساختار ماده ها و ریاکسیه های شیمیایی پایگاهی استوار شد. در سالهای بعد با پیشروی تکنیک و علم، کشفیاتی که اووگادرو آغاز کرده بود به رشد فیزیک و شیمی معاصر راه گشاد. رقم اووگادرو امروز در تمام کتاب‌های درسی و تجربه‌های لابراتواری استفاده می شود و نشانگر مقدار دقیق ذره‌ها در یک مول است. همین طور امدیو اووگادرو نه تنها همچون فیزیک و شیمیک بلکه همچون مرد شجاع و جستجوگر در تاریخ علم با احترام یاد می شود. او نمونه آن است که با فهمش دقیق و استادگری می توان راه نو کشاد و جهان را به بهتر فهمید. در زمان امدیو اووگادرو علم در مرحله اول رشد قرار داشت و در ایده های او برخی وقت نادیده گرفته بودند، ولی
در عصرهای بعدی پژوهشگران دیگر از جمله آوگوست کیولر و دیمیتری ایوانویچ مندلیف به نظریه‌های آووگادرو تکیه کردند و آنها تکمیل دادند. این با تکمیل نظریه اتمی و مولکولیاری سبب شد. امروز رقم آووگادرو در همه ساحه‌های علمی از خیمیا و فیزیکا تا بیولوژیا و مهندسی نقش مهم می‌بازد. با طفیل این رقم ما می‌توانیم مقدار دقیق ذره‌ها را در ماده‌ها حساب کنیم که این برای تحلیل و استحصال موادهای نو و تحقیق ریاکسیون شیمیایی به نهایت مهم است. حیات امدیو آووگادرو نمونه جستجوی دائمی دانش و تلاش برای فهمش عمیق طبیعت می باشد. او با مهنت بی‌ایست و عشق بزرگ به علم نامش را در تاریخ با حرفهای زرین ثبت کرد و میراث علمی او تا ابد باقی خواهد ماند.